هموطن عزیزم، درود. تو پیام امروز نیاز دیدیم در مورد وجود مهاجران غیرقانونی در کشور و تأثیرات منفی که در جامعه میذارن صحبت کنیم. ما ایرانیان از دیرباز تا کنون پذیرای مهاجرین از هر جای دنیا، به خصوص کشورهای تحت ستم همسایه بودیم. اما در 2 سال اخیر به علت بی‌تدبیری حکومت و حتی به صورت تعمدی تعدادی از مهاجرین افغان به صورت غیرقانونی وارد کشورمون شدند. همونطور که میدونین نزدیک به 15 میلیون مهاجر در کشور وجود دارند که بیش از 80% این افراد به صورت غیرقانونی و بدون داشتن هر نوع مدرک شناسایی به صورت پراکنده در کشورمون زندگی میکنن. محدود بودن منابع و عدم دسترسی مردم عادی به امکانات رفاهی اولیه مثل بهداشت، درمان و تحصیل و از طرف دیگه کمبود شغل برای مردم داخل ایران و تعداد بالای مهاجرین غیرقانونی باعث وحشت و اعتراض عموم مردم شده. در حالی که حکومت با وعده دادن مدرک به این مهاجرین جذب نیرو کرده و از این مهاجرین در نیروهای سرکوب، لشکر فاطمیون و لشکر سایبری استفاده میکنه. از خطراتی که وجود مهاجرین غیرقانونی در ایران به علت نداشتن مدارک شناسایی ایجاد کرده، میشه به قتل، دزدی و تجاوز اشاره کرد. مواردی که در چند سال اخیر از رفتار غیرقانونی و هنجارشکنانه این افراد اعلام شده، موجب زیاد شدن خشم عمومی شده. با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور که فقر، تورم افسار گسیخته و نبود امکانات در کشور ایجاد کرده، باید بگیم که کشور ما نمیتونه پذیرای این حجم از مهاجر غیرقانونی باشه و باید گفت در حال حاضر تنها راهکار اخراج افراد فاقد مدارک شناسایی است. حضور تعداد زیاد این افراد همراه با فرزندآوری بیش از اندازه مشکل بزرگی ایجاد کرده. حکومت مستبد و بیسواد و ناتوان ایران نه تنها از ورود این تعداد از مهاجران غیرقانونی جلوگیری نمی‌کنه، بلکه حتی پروتکل‌های استاندارد جهانی برای پذیرش، شناسایی، اسکان و کنترل این عده در اردوگاه‌های ویژه را هم رعایت نمی‌کنه. در حالی که در بیشتر کشورها مهاجران غیرقانونی را تا زمان تثبیت وضعیتشون در اردوگاه‌های خاص نگهداری می‌کنند. با در نظر گرفتن همه این موارد و بی‌مسئولیتی حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی که باعث ایجاد تنش و آسیب به مردم داخل ایران و مهاجرین شده، باید اخراج مهاجرین غیرقانونی را تا مناسب شدن شرایط کشور مطالبه همه مردم ایران قرار بدیم. به امید ایران آباد. زن، زندگی، آزادی.